یادتونه علی و مهرشاد مهمون برنامه بودن تا یه سری سوال در مورد دختر رو ازشون بپرسیم. امروز هم درسا مهمون برنامه است تا همون سوالا رو در مورد پسر رو ازش بپرسیم. از چه چیزی تو ظاهر پسرا بدت میاد؟ اینکه موهای دست و پاشون رو شیف کنن و اینکه بور باشن. خیلی بور خوشم نمیاد، مثلا زاغ و اینا. چجور پسری رو ببینی تو دیت اول میگی این خودشه؟ همفاز باشیم دیگه، مثلا تیپش و سلایقی که داره تو حالا هر زمینه کاری، موزیک، فیلم و سریال به من بخوره، میگم میخوره. تو دیت اول معمولا چی رو مخفی میکنی یا تا حالا پیش اومده چیز رو قایم کنی؟ خیلی باید فکر کنم. خب آره همه چیمو اصولا نمیگم، ولی اینکه مثلا دروغ بگم راجبشم نه. ولی چند سال پیش که سنم کمتر بود و مثلا نوجوان بودم، سنمو چرا دروغ میگفتم مخفی میکردم. توی چت اگه چی بگه بلاکش میکنی دیگه، باش حرف نمیزنی؟ اینکه بخواد بحثو به سمت چیزای جنسی ببره خوشم نمیاد اصلا. هر چند دم گذشته باشه از مدت صحبت کردنم. تا حالا واسه پسر گریه کردی؟ نه اصلا. من کلا خیلی سخت گریه میکنم دیگه، پسرم که اصلا. رو مخترین اخلاق پسرا چیه برات؟ خیلی اخلاقای رو مخ دارم ولی یه چند تاشو برامون بگو. اخلاق رومخ، کار رومخ مثلا چرا اینکه حالا هدفشون اینه که باشون بری مسافرت و اینور و اونور و اینا. خب خیلی آزادی میخوان یه سری دخترها، این کار رومخیه برای من، ولی حرف رومخ نه تو ذهنم نیست. بعد دروغ خیلی تابلو، غیر از حالا گفتی سنت، گفتی تو رابطه، یا یه دروغ خیلی تابلو شنیدی که الان خاطرت باشه برامون بگی؟ خودم نه، به جز سنم دروغ نگفتم. خب سنم و وقتی دروغ میگم یه سری دروغای دیگه هم به تبعاتون گفته میشه دیگه، مثل رشته دانشگاهی و نمیدونم سر کار میرم و اینا. دروغم آره خب خیلی هم مثلا شغلشون و درآمدشون اینا رو خیلی دروغ گفتن، اغراق کردن راجبش. یه جمله جادویی برای اینکه بخوای پسر رو خام کنی یا مثلا قهر و دعوا باشه با اون یه جمله بخوای کارو جمع کنی، میشه بهمون بگی؟ من اصلا اهل اینجور اشوه نیستم، نکردم تا حالا. هیچ جمله جادویی نداری؟ نه دیگه، سعی میکنم توضیح بدم که بخوام حالا یکی رو چیز کنم. روش کات کردن سری چجوریه؟ نکردم تا حالا سری، ولی اینکه بگی دیگه نمیخوام دیگه. قانع میشن؟ یکم گیر میدن، خب دیگه بعد سعی کنی قانعشون بکنی یا بذاری بری. بلاک کنی؟ نه بلاک دیگه زشته دیگه، آخر این مدت تو رابطه بود. پسر نچرال و عمل نکرده و اینا خوبه یا 100% نچرال؟ اصلا یعنی یه عمل کوچیکم داشته باشه من جوابشو نمیدم. از نظر باشگاه و بادی بیلدینگی و اینا نه خوشم نمیاد دیگه زیادی. چرا در حد یک بدن نچرالی که حاصل از ورزشه چرا، ولی زیادی دیگه با مکمل و اینا اصلا خوشم نمیاد. رد فلگ یا خط قرمز چیه تو رابطه؟ نمیدونم، خیلی چیزاست. مثلا خب دروغ و خیانت و اینا همه کلیشه‌ای که همیشه همه میگن دیگه، اونا نیست که خاص خودت باشه. خاص خودم این که نقطه ضعف و به روی طرف به روی مثلا من بیارم اصلا خوشم نمیاد. یه چیزی که یه روزی گفتم بعد بخوام سوء استفاده کنن از اون گفته من. حاضری توی رابطه اول تو پیشنهاد دوستی رو بدی؟ نه اصلا حاضر نیستم. نه اصلا؟ نه حتی طرف خیلی خوب باشه؟ اصلا. نظرت اینه که تو دیت اول دختر باید دنگ خودشو بده؟ نه اصلا. کی میتونه شروع کنه دنگشو دادن یا اصلا کلا نباید؟ کلا نباید دنگشو چیکار میکنه؟ چه خبره؟ توی ظاهر پسرها چه چیزی توجهتو جلب و جذب میکنه؟ چه ابرو مشکی بودن. توی تیپشون و اینا چی؟ تیپشون لش و لوش نباشه، خیلی مردون و شیک و پیک هم نباشه، یه چیز متوسط معمولی. توی اخلاق پسرها چه چیزی توجه جلب میکنه معمولا؟ رفتارشون با خانوادهشون، احترامی که میذارن به خانوادهشون و رابطهشون با اونا. از چه تیپ پسری خوشت نمیاد؟ لش و لوش و اینا دیگه. به نظرت پرسیدن از گذشته طرف درسته یا خودت این کار میکنی؟ اگه گذشتش تاثیر داشته باشه تو الان آره درسته. اگه نپرسی از کجا میفهمی تاثیر داره یا نداره؟ خب یهو مثلا یه اتفاقی میفته میپرسن دیگه راجبش. به نظرت برای یه پسر یا دختر تو سن تو چه تعداد رابطه مناسب و منطقیه؟
به آدمش کلا خیلی بستگی داره ولی دیگه زیادیش هم خدای خوب نیست دیگه، چون مثلا کلا سن کم نباید شروع شه این چیزا. یه عدد بهمون بگو. مثلا 2-3 تا بیشتر نشه. حالا اگه با کسی آخه رابطه چی جدی یا مثلا نه همینجوری کوتاه مدت؟ اگه در حد 1-2 ماه باشه خب 4-5 تا هم راه داره، ولی رابطه طولانی بیشتر از 1-2 تا نه. نظر راجع به اینکه پارتنر دوست جنس مخالف داشته باشه؟ کاملا مخالفم، خودم هم ندارم تو رابطه. آدم میتونه با اکسش دوست معمولی بمونه؟ اصلا به شما. اگه کسی بهت خیانت کنه ممکنه ببخشیش؟ نه. من سوالم تمام شد. ولی خیلی خوب جواب میده، دلم میخواد بازم ادامه. شما سوالی نداری؟ خودت سوالی نداری که ازت بپرسم؟ این ویدیو رو فقط ماما هم نبینن. ممنون از شرکت کننده بسیار خوب و زیبامون. مرسی. قربون شما. خدا نگهدار.